سلام عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم که خوب و خوش باشین. یه پتنی امروز میخوام بهتون آموزش بدم که قابل اجرا روی سطح سفال هم هست. برای اجرای این تکنیک نیاز هست که شما رنگ بیستون رو با رنگ قهوه‌ای اکریلیک کاملا پوشش بدین. حالا احتیاج هستش که مثلا حداقل 2 بار رنگ بخوره تا پوشش کامل داشته باشه. بعد با رنگ اکریلیک کرم نسکافه روشن یا کافی کرم فرقی نمیکنه. میتونید سطح کارتون رو کاملا با قلموی زبر پوشش بدین و نحوه زدن رنگ هم باید به صورت در واقع کوبه‌ای باشه، چون که با این مدل که رنگ میکنید یه بافتی هم به سطح بیستون میده، یه بافت ریز میده و ما احتیاج به اون بافت داریم. خیلی وقتا از من سوال میپرسین که برای اجرای این تکنیک چرا گفتین که باید زیرش حتما مثلا رنگ قهوه‌ای بخوره. از اول هم رنگی که الان داریم میزنین رو روی بیس میزنید. ببینید همین رنگ زیرکار روی رنگی که برای مرحله دوم اجرا میشه تاثیر میذاره. شما اگر این رو که الان من دارم میزنم بیان روی بیسی که رنگ نداره و در واقع سفید هست بزنید، این تاناژ رنگی رو بهتون نمیده، یعنی اون سایه رنگ قهوه‌ای رو هم ما احتیاج داریم بهش و روی رنگ مرحله دوممون تاثیر داره. بنابراین اگر تو هر تکنیکی گفته میشه که زیرکار مثلا رنگ مشکی باشه، نمیدونم قهوه‌ای باشه، هر چیزی، حتما به همون روش پیش برین اگر میخواین خروجی کارتون این نمونه‌ای باشه که آموزشش رو بهتون میدن. در غیر صورت که خب این کار سلیقه‌ایه، میتونید اصلا این کار رو انجام ندید. من کامل سطح کار رو با این رنگ پوشش میدم. حالا یه جاهایی مثلا اگر که این رنگ رو نزنید و هم قهوه‌ای هم از زیر کار بیرون بزنه مشکل نداره، ولی مقدارش نباید زیاد باشه، باید خیلی کم باشه، به صورت نقطه‌ای باشه این مسئله که رنگ زمینه بیرون بزنه، نه که مثلا انقدر پوشش کم باشه که ما خیلی رنگ قهوه‌ای رو ببینیم. یه جاهاییش اشکالی نداره. این رو میزنم، اجازه میدم خشک بشه، دست دوم رو هم میزنم و قبل از اینکه دست دوم خشک بشه میریم برای اجرای مرحله بعدش. من مرحله اول رو زدم، بهش زمان دادم خشک بشه، شروع میکنم مرحله دوم رو به همون روش دوباره رنگ زدن که تا حدودی پوشش بگیره به این صورت و تا قبل از اینکه رنگم خشک بشه یه محدوده ای رو میزنم به این صورت. رو یه محدوده ایش رو زدم. تا قبل از اینکه رنگم خشک بشه میام با استفاده از پودر بندکشی قهوه‌ای و پودر بندکشی آجوری یه جاهایی از کار رو پودر میزنم. عرض کردم تا قبل از اینکه رنگم خشک بشه، یعنی میخوام رنگم یه مقدار خیسی داشته باشه به این صورت.
بچه من این رو زدم، زمان دادم کامل خشک شد. حالا با پودر اضافهش رو تکوندم با یه قلمو. بعد میام با یه فرچه واکس کفش شروع میکنم این رو به پولیش زدن به این صورت. دیگه اگر هرچی پودر اضافه داشته باشه اولا میریزه، بعدش هم که خود این فرچه باعث میشه که یه حالت براقی به سطح کارمون بده. با این در واقع پولیشش میکنه. دیگه هم باهاش زدم. ببین هر کدومش هم توی تورناژ رنگی انا، ولی هر کدوم مثلا این یه ذره آجوریش بیشتر شد، این ذره قهوه‌ایش بیشتر شد. به این صورت هر کدوم یه جلوه‌ای رو پیدا میکنه. تا بعد از اینکه اون مرحله تموم شد و در واقع پولیشش کردم، میام با واکس اسپرسو مارک ریچ شروع میکنم روی یه قسمت هایی رو واکس میزنم و در واقع یه جاهایش رو یه ذره کهنه میکنم به این صورت. وقتی که کهنه میشه ذره جلوه کار بیشتر میشه. ولی مثلا اگر دوست داشته باشید میتونید یه جاهایش هم با واکس مشکی کهنه کنید. این دیگه مثلا قسمت مشکیش کاملا سلیقه‌ای هستش. گفتم خدمتتون یه جایی روی مثلا لبه ها رو میتونید یه ذره واکس مشکی هم بیاین و به این ترتیب کارتون رو یه مقدار کهنه کنید. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه.